فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا نوروز از تاجیکستان در مورد مسیح دجال یا همون دجالی که در آخر زمان میآید سوال داشتم که چی هست و جریانش چیه؟ درباره دجال روایات متعددی وجود داره از رسول الله صلی الله علیه و سلم و یکی از مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد ذکر فرمودند و خیلی زیاد و به کثرت پناه می بردند از فتنه دجال و دستور دادند به ما که پناه ببریم از فتنه دجال و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر دجال امروزه ظهور بکنه بیاد و زمان خروجش بیاد من زنده باشم من خودم جوابگوش خواهم بود و در زمان رسول الله و این در واقع دجال یکی از علامات قیامت هست و علامتهایی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دجال ذکر کردند که چشمشون برآمده هست مانند یک انگوری باد کرده ای که در آب افتاده باشد و باد کرده باشد چشم در واقع دجال به این صورت هست و یکی از علامات دیگرش این است که بر روی پیشانیش نوشته شده کافر یعنی کاف و الف و به صورت این حروف کافر نوشته شده که انسان‌های مسلمان میتونن اینو ببینند قابل تشخیص است برای مسلمانان و یکی از علامات قیامت است.